یک خبر فروش لباس در مکتب‌ها منع است و والدان حق دارند برای فرزند خود از دل خواه فروشگاه لباس خرند. با چنین یک مضمون وزارت معارف و علم کشور با نگرانی ساکنان و رسانه‌ها از فروش اجباری لباس‌های مکتبی و پس بودن صفت آنها واکنش کرد. این نهاد گفت در روند دوخت، تامین و فروش لباس‌های مکتبی و دیگر لوازمات خانگی اشتراک ندارد و مسئول تشکیل نمودن یارمارکه‌های فروش لباس و دیگر لوازمات مکتبی مقامات دیگر میباشد. وزارت تاکید کرد که لباس مکتبی دستورالعمل توصیوی بوده، هر شخص حقوق دارد که طبق امکانات و خواهش خود اینچنین به دخالت نفر دیگر سر لباس مکتبی خریداری کند. در رابطه با فروش اجباری لباس‌های مکتبی و پس بودن صفت آنها، شهروندان میتوانند با مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، تاجیکستان و حکومت شهر و ناحیه‌های کشور مراجعت کنند، گفتند در وزارت معارف. از زد موبایل میلیونگر برد اساسی میلیون سومانی هر ماه باشد تا 30,000 سومانی برد کرده می شود. همگی با نرخ 3.5 سومانی ایدی رمز را بخر و در بازی بردناک اشتراک نما. زد موبایل راهی تو به سوی میلیون. خبرهای بیشتر در تلگرام کانال آسیا پیوس.